شکم اومد. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ سلامتین؟ من شکم امروز دیدم حراج کردن مرغای فروشگاه رو. البته خب بازم میگم هر ارزونی به دلیل نیست و من دنبال ارزونی نیستم. الان موقعیتم جور نیست و جیبم خالیه و این دوتارون رو ارزون به من دادن. به هر حال چون روز قبل از روزا تعطیلی تا یک شنبه همه حراج میشه اینجا مواد غذایی، یعنی حراج که نه، یعنی 10 لیتر 20 لیتر کمتر میفروشم. به هر حال من دل به دریا زدم، این دوتارون رو گرفتم. امروز میخوام بدونه که آب پس کنم، آبش دور بریزم، اینا رو میخوام بخوابونم تو مواد خوشبو کننده، خوشبو بشن، خوشمزه بشن. به امید خدا بتونم بخورمشون. شما برام دعا کنین. اولین باری میخوام اینجوری مرغ بخورم بدون آب پس کردن و امیدوارم طعم خوبی بده، بوگن نده. میدونم همسایه‌مون هم تو بالکن داره حرف میزنه. حالا موقعش بود. اخی عجبا عزیزان من، خوشبو بشین، خوش عطر بشین، لذیذ بشین، به من انرژی بدین. آفرین آفرین. بخوابین، الان کارتون ندارم. لالا کنین، لالا لالا لالا. به امید خدا تا 1 ساعت دیگه من میبینمتون. بای بای، گود بای، see you again.